و یک چی دیگر آیاتون نبرورین که خداوند میگه چورچیده مقصد گپ زدن او بالای ممکن نیست. میگه که در کجا تولد شدی، در کدام دیه تولد میشی، در چه خیلی جا تولد میشی، یک کم نمیگه که باید نگیم که متویت یک شلوقی جوی ممکن نیست او بالای. دوم چهره مقصد بیزه بی خوشرویی ویر خداوند رسامی خداوند. دوم چهره دمو حق نداریم گپ زدن او بالای. سوم دین ده مقصد که ما کور نه، ما الحمدلله مسلمانیم، خدا را شکر میگیم که امت پیغمبر محمد صلی الله و آله و سلمیم، شکرانه پروردگار کنیم. در او دنیا معلوم میشه او تولد جهان همه مسلمان به دنیا میآید، لیکن او را با پدر و مادر مقصد چی میکنن و خودشون در او دنیا جوابشون خودشون میگن. ما حق نداریم گپ زدن که کدام دینه و چی کاره. همین ما عیداس مونومونیش میگیم مسلمان شن نماز بخون کلمه شهادت عرضه کن. ایمو مسلمانو همین قگب میبره. انا بعد چورم مقصد که کدام نتیجه ما کار نداریم، ما حق نداریم تو چه خیلی نتیجه داری. این خیلی مثال میگیم که ایت فلان کیم چه خیلی گفته خچ خوشگل میزن او بالای او بول برادرو. هم چورچیده ما باید عموما کاردار نشیم. ما کار نداریم و مقصد کافرن چند بخشون در او دنیا جوابشون خودشون میگن. با کاری کردگیشون اول به خدا میسپاریمشون، بعد دیم خدا بزنه رسوا کنه خیلی را خیلی نو مسلمان‌ها را خداوند خودش هدایت کنه و خداوند خودش بزنه رسواشون کنه. دیگه ما مسلمان‌ها فقط دعا میکنیم که خدا بزنهشون. تمام. الله اکبر. میگه ای خدا نو ترس بترس. الحمدلله که هر کی ما و شما مسلمانیم چی گفتنیم کاری که ویا کردن ولی ما یکم گپ بگیم ممکن که گناه بگیریم به خودمون. چیزی که نمیدونیم ای پیش خودمون باید یکم کار نکنیم برادرو. میگه چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. برای همین قاکمو برادرو هیچ گفتن نمیتونیم کاری که ویا کردیم ویا نو مسلمانان ویا کافرن ویا رو چی میگیم ویا رو هم به خدا میسپاریم. همین آدم بده به خدا سپردن در کار. دیگه یکم جای اینو وایش نیستم. من یکم چی گفتنم نیستم. نه 50 که در کامنتر نوشته که تگم گپ نگفتی. خیلی ها دلی هممون درد کرد، دلی هممون سوخت، هممون مقصد کتاب مقدسی ما را ما مسلمان‌ها را ایو خیلی کردن. دیگه من نمیدونم چی بگم. من دوزی بخیزم پیش خودم یکم گپ بگم ممکن که من گناهگار شم. برای همین من یکم گپ گفتن نیستم. اینا آدمایی هستن که اوید به همین قرآن هوایو گپ زنن. من فقط چی دا گپ زدم میتونم. جایی که من رفتم بنوار گرفتم فقط من برای تماشا از دختر جان ماما میگه که قربای داشتم بیاید. مال دختر جان روز میام بخشش برادرو. میگه که ما چیزایی که من بنوار گرفتم من فقط تنها برای تماشا بنوار میگیرم. چی مزارا میرم، چی جای قدیمه میرم، چی درنگ غار میدرم، چی تاری که میبرم، فقط من برای تماشا. ببینید شما گفته مقصد اخی لودم 24 ساعت در دری کابینت و وقت نداره برای مرا کارم من میرم بنوار میگیرم پیشکش میکنم و در دری کابینت ششتگی تماشا میکنه. کم که باشه میبینه. من معلومات پرام دادن نمیتونم بسیار جوش ده برای چون نمیدونم. من فقط برای همون میگم یک میریم تماشا سیر و گشت میکنیم. چیزی که چشم میبینه و دیگه میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. من برای تنها برای یک دیدن میرم اونجا میبینیم هم بنوار میگیریم شما رو پیشکش میکنیم که مقصد کارگرای دولت، کارگرایی که در دری کابینت هستن، کارگرایی هستن که آدمایی هستن که کسلن مقصد مایو بای رفتن نمیتونن خیلی جو تلفن دارم میدره با حضور تماشا میکنن. کاری که من میکنم فقط برای تماشای برادرای عزیز. یگم چی فکر نکنین. ما یگم چی معلومات پرام دادن میتونم ودا که چی بدن کی بدن اگه جون بدن هم چیزی رو شنید گوشم. یگم کلانسول همونجا گفت که این هم خیلی جوای همون چیزی که همون گفتگی نه چکاندا نرسونده با شما میگم که هم خیلی بده اینجا ایرو شنیدیم. ما دیگه یگم چی نیست فقط برای تماشای برادرای عزیز. فقط تماشا کنین. ما برای آدمای معیوب، برای آدمایی که رفتن نمیتونن، برای آدمایی که وقت ندارن، ما برای همون بنوار میگیرم پیشکش میکنم تماشا میکنم. و برای اینکه مرا کارم میای. ما مقصد که همین را کسب کردم، کسب من میای. من میگردم تماشا میکنم. مقصد در ویدیو با ویدیو را رکلام میکنم.
زندگی ما پیش میبرم همین یک گپ که ای چارچوبه دین اسلام نبرو خدای خطا بگو. انا دوستان عزیز سپانسری برنامه ما گفتن موناد که شرکت محیدین است. شرکت محیدین سالهای زیاد است که با ما همکاری داره. دوستان عزیز هر یک شما میدونید، نه همین رقم‌ها رو زنگ بزنین برای گذاشتن گرانیت